دوستان همه پسرای فانتزی مشترک دارن که یه زمانی باباشون جلو اینا دعوا کنه و کولاک بپا کنه، اینا خودشونو به باباشون ثابت کنن. 15-16 سال پیش بود، من مدرسه میرفتم. یه روز هم مدرسه که داشتم میومدم دیدم آقا سر کوچمون شلوغ پلوغه. یه خورده نزدیکتر شدم دیدم یکی از رفیقام اومد سمتم گفت بابا دعوا شده، دارم باباتو میزنم. منو میگی؟ قدرتم 100 برابر شد. ذوقو تو چشام میدیدی. گفتم مرتضی این روز موعوده، برو خودتو ثابت کن. حاجی رفتم تو جمعیت، بابامو دوره کرده بودم. خلاصه 2 تا زدم، 4 تا خوردم، داشتم کارو جمع میکردم. تو همین چالنجه بودیم، یهو دیدم یه جسم سختی با صورت من برخورد کرد. برگشتم دیدم بابامه. گفتم حالا شاید داشته اونا رو میزده اشتباهی. به خودم اومدم دیدم افتاد رو، مثل سگ گرفت منو زدم. جوری منو میزد که یه سکوت عظیمی محله رو فرا گرفت. دیدم بابام داد میزنه به تو چه؟ تو گوخوری مگه اومدی خودتو قاطی کردی؟ به تو ربطی نداشت. حاجی کم کم دیدم یکی صحنه دعوا رو دارن ترک میکنن. اونایی که با بابام دعواشون شده بود دیدم اومدن معذرت خواهی از بابام دارن منو جدا میکنن. ببین اون لحظه غرورم شکستا، ولی بعدها فهمیدم که بابام یه درس بزرگ بهم داد. جلوگیری کرد از دادگاه و پاسگاه و بیمارستان و تا پارسال فهمیدم حاجی استراتژیکش بوده این موضوع. یعنی پیش خودش گفته اینا 7-8 نفرن، بذار من بچه‌مو مثل سگ میزنم، اینا ببینن من اینو دارم مثل سگ میزنم، میگن این که با بچه‌ش این کارو میکنه با ما چی کار میکنه. خلاصه من از اون موقع اصلا فوبیا گرفتم، بابامو میبینم جیغ میزنم. خدا شاهد اگه اون موقع کمپینی وجود داشت واسه من کمپین میزدن. دیگه اون آدم سابق نشدم دانشو.